سلام عزیزای دلم. امروز اومدم که یک روتین 0 تا 100 رو برای هر شبی که صورتتون رو میشورین یا وقتی که از هم اومدین بهتون بگم و یه سری اشتباهاتی که خیلی ها ممکنه تو روتینشون انجام بدن و براتون کامل باز کنم و همه سوالاتتون رو پاسخ بدم. اگر شما میکاپ دارین و کرم پودر زدین، هر نوع میکاپی، کانسیلر، کرم پودر، ریمل، باید حتما قبل از همون از یک میسلار واتر استفاده کنین و کامل اون آرایش رو پاک کنین. یعنی حتی اگر آرایش چشمتون سنگینه بهتره که به جز میسلار واتر برای چشمتون جدا از 2 فاز استفاده کنین که خیلی نخواین اینجوری دور چشمتون رو بمالین و این پوست به این نازکی رو اذیت کنین. نازکی. پس اول با میسلار واتر پوستتون رو تمیز میکنین، بعد با فیس واش پوستتون رو میشورین. این 2 مرحله جداست. اگر یک راست با آرایش میرین سراغ فیس واش، بدونین که به زودی منافذ پوستتون باز میشه یا اینکه حتی ممکنه پوستتون جوش بزنه. اگر شما در طول روز فقط یه ضد آفتاب زدین و آرایش خاصی ندارین، این مرحله برای شما هضم میشه. میتونین مرحله اولتون همون فیس واش باشه. درسته که پوستتون رو کامل شستین و حتی شاید توی حموم خب نزدیک نیم ساعت این پوست مثلا آب خورده و اینها، ولی حتما باید از یک تونر مناسب پوست خودتون استفاده کنید. مخصوصا اگر پوستتون چربه، این تونر هم میاد منافذ رو خیلی عمیق‌تر پاک میکنه، هم پی‌هاش پوست شما رو تنظیم میکنه. پس مخصوصا اگر پوست چربی دارین حتما از تونر استفاده کنین و فقط هم با این پردای سکه‌ای. بچه‌ها پنبه خیلی محصولات شما رو چه برای میسلار واتر چه برای تونر حروم میکنه و خیلی حجم زیادی میبره. یه کوچولو تونر میزنم روی پد سکه‌ای و شروع میکنم کل صورت به جز دور چشم و روی لب و باهاش میکشم. یعنی به هیچ عنوان تونر رو چه پوست خشک دارین مخصوص خشک چه چرب روی پوست دور چشمتون نزنین. کامل صورت رو باهاش پاک میکنم. با همون پدی که دارم دستامو با این که تمیزه قشنگ پاک میکنم. شاید دستاتون رو به موبایل زده باشین یا به جاهای دیگه و اینم بدونین که حداقل هر هفته این محصولات رو کلا روش رو پاک کنین. یعنی خیلی مهمه. شما دارین دست میزنین به صورتتون. قبل از این قضیه متاسفانه الان همه به گوشی‌ها معتاد شدن. دستاتون به گوشیتون نباشه بین روتینتون یا قبلش که میخواین بیاین به هیچ عنوان گوشی رو برندارین. گوشی خیلی وسیله کثیفیه. پس قبل از اینکه این دست به صورت بخوره من کامل یا دستام میشورم یا با همین تونر پاکش میکنم. اولین مرحله‌ای که توی روتین باید انجام بدین، بهتره که دور چشمتون رو بزنین که یه لایه محافظتی اینجا باشه که وقتی دارین سرم و اینا رو میزنین اگه حالا اشتباهی به زیر چشمتون خورد مشکلی برای پوست نازک زیر چشم شما ایجاد نکنه. پس اولین کاری که من میکنم دور چشمم رو به حالت ضربه‌ای و خیلی ماساژ آروم، یعنی اصلا فشار نمیدم، میزنم و مخصوصا توی این قسمت که خطوط پنجه کلاغی ممکنه داشته باشیم و ایجاد بشه یه ذره با حجم بیشتر اینو میزنم. یه کوچولو هم میارم اینجاها. خیلی حجم زیادی رو پشت چشمتون نباید بزنید. اگر توی روتینتون سرم دارین، حالا سرم آبرسان، سرم روشن کننده، سرم هر سرمی که به جای کرم استفاده میکنین، چند قطره روی دستتون بزنین. اینم اصلا رو پوستتون نکشین هیچ وقت. و اولین کاری که میکنین سرمتون رو بزنین، بعد بقیه مراحل. اگر سرم آبرسان استفاده میکنین این مرحله رو ندارین. اگر نه کرم آبرسانتون رو روی پوستتون میزنین توی مرحله دوم. پس ما نمیخوایم یه روتینی داشته باشیم که خیلی اگزاجره باشه، مثل فیلمایی که دارین توی متاسفانه اینستاگرام میبینین، طرف میاد مثلا 10 تا محصول رو پوستش میزنه. اصلا این روتین درست نیست. شما برای هر شبتون نیاز به یک دور چشم دارین، آبرسان و مرطوب کننده دارین. خب حالا ممکنه یه سرم هم این وسط بهش اضافه بشه مثل جوانساز یا هر چیز دیگه ای، ولی باید اینو تفکیک کنین. مثلا
میتونین یک شب سرم آبرسان بزنین، یک شب کرم مثلا جوانساز بزنین، یا میتونین صبح آبرسان بزنین شب جوانساز بزنین، یا حتی میتونین کرم روز و شبتون رو جدا کنین. ولی اینکه مثلا 7-8 تا محصول رو روی هم دیگه بخواین هر شب رو پوستتون بزنین اصلا کار درستی نیست. و الان خیلی‌ها دارن متوجه میشن که اینا فقط یه سری تبلیغات بود و یه سری شعارها بود که حالا مردم کل جهان بخوان خیلی محصولات بخرن و خیلی ها از این پشیمونن، به خاطر اینکه سد دفاعی پوست وقتی شما خیلی بهش مواد و محصولات و اینا میزنین متاسفانه تخریب میشه به جای اینکه بخواین خیلی بهش برسین. پس بعد از اینکه آبرسان رو زدیم میریم سراغ مرطوب کنندمون. توی یک کلیپ دیگه با توضیحات خیلی علمی بهتون میگم که چرا باید شما آبرسان رو بزنین و روش مرطوب کننده بزنین. یعنی اگر فقط دارین توی روتینتون از آبرسان استفاده میکنید بدونین که به زودی پوستتون خشک‌تر میشه. مرطوب کننده رو میزنیم روی پوست. بچه دقت کنید که ماساژایی که کلا من دارم روی پوستم میدم خیلی آهسته است و سعی میکنم مثلا یه کوچولو هم ماساژ بدم به سمت بالا، هم کامل این با گرما حرارت دستم تا یه حدودی جذب بشه. و توی این مرحله حتما گردنتونم هم ماساژ بدین هم کرمو بهش بزنین. یعنی اصلا تا اینجای صورتتون روتینتون رو انجام ندین. حتما گردن نیاز به آبرسانی و مرطوب کننده داره. چه جالب، زهرا گردنت اصلا خط نداره. ببین من تقریبا 26 سالگی تو این روتین رو گردنم هم داشتم و واقعا تاثیر داره. بعضی وقتا اینجا هم دارم. بچه همونطور که بهتون گفتم من این سرم جوانساز رو فقط شبا روی پوستم میزنم. یعنی این سرم رو به جای اون سرم آبرسان میزنم. خب نیازی نیست شما آبرسان بزنین بعد جوانساز بزنین بعد بریم باز کرم آبرسان بزنین بعد مرطوب کننده بزنین بعد روش رتینول بزنین بعد نمیدونم شفاف کننده بزنین و اینا. اصلا نیازی به این چیزا ندارین. در همین حد اگر شما این روتین رو نگه دارین بسته به اون رنج قیمتی که میخواین محصول تهیه کنین میتونین همیشه پوستتون رسیدگی خوب داشته باشین. و در کنارش حالا اگر دوست دارین یک مثلا کرم قوی تر یا مثلا یه سرم حالا جوانساز یا یه چیز خیلی بهتری هم استفاده کنین میتونین اینو تبدیل به صبح و شب کنین. دقیقاً همین کاری که من کردم. پس اگر الان شب بود من به جای اون مرحله اولی که سرم زدم از این چیزای دو استفاده میکردم. میریم سراغ لبای تفلکیمون که خب هم پوستشو میکنیم هم همیشه خشکه، روش هر روز رو میزنیم و یادمون میره. همین الان من داشت یادم میرفت که بالم لب بزنم. یه کوچولو بالم لب روی لبم هم حتما میزنم. مخصوصا شبا حتما این کارو بکنیم. خب بچه ها ببینین این روتین برای شب یا روز شما کافیه. اگر روز هستش بعد از اینکه 1-2 دقیقه گذشت روی این روتین ضد آفتابتون رو بزنین و حتما ضد آفتاب رو جدی بگیرین. تنها کار خیلی بدی که من تو عمرم کردم این بود که ضد آفتاب رو خیلی جدی نگرفتم و الان چند سال شروع کردم میزنم. یه چیز دیگه که کلا میخوام درباره این روتین بهتون بگم، بعضیا مثلا ساعت 6-7 شب میرسن خونه ولی روتینشون ساعت 11 انجام میدن و ساعت 11 رو میرن میخوابن. این اصلا درست نیست. حتما روتینتون رو موقعی که میرسین خونه 1-2 ساعت قبل از خوابتون انجام بدین که وقتی که انجامش دادین همونجا که هنوز پوست مرطوبه ندین سرتون رو بزنین روی بالشت. و در رابطه با بهداشت رو بالشتی و اینا هم که خیلی من صحبت کردم، حتما حداقل هفته 1 بار رو بالشتیتون رو بشورین حداقل و اگه حتی میتونین بیشتر. یعنی من خودم هفته 2 بار میشورم. خیلی تاثیر داره. بچه‌ها کرم دست و کلا حالا کرم بدن اگر مخصوصا اگه پوست خوش دارین خیلی مهمه استفاده کنین. حالا من که الان کلا بعد از ویدیو کل بدنم کرم بدن میزنم ولی من نسبت حالا به شاید بشه گفت همسن و سالانم خدا رو شکر پوست خوبی دارم برای دستام. با اینکه من هر روز کلی الکل رو پوستم میزنم رو پوست دستم به خاطر حالا مشتری اون دوران کرونا دستامو خیلی میشورم ولی کرم دست یه چیزیه که همه جای زندگی من این کرم هست. تو کیفم هست، رو میز آرایشم هست، رو میز کارم توی سالن هست و حتی تو حال یه دونه گذاشتم تو آشپزخونه گذاشتم که من دائم این کرم دستو میزنم. لطفاً دستاتونم خیلی جدی بگیریم به خاطر اینکه وقتی که دیگه سن میره بالا و خوش میشه ترکای خیلی عمیقی ایجاد میشه. یه چیز دیگه که خیلی مهمه میخوام بهتون بگم اینه که خیلی ها فکر میکنن چون پوستشون چربه پوستشون نیاز به مرطوب کننده نداره و نهایتاً اگه خیلی بهش حال میدن فقط میان یه آبرسان استفاده میکنن.
لطفاً چه پوست شما چربه، چه پوست شما خشکه، آبرسان، مرطوب کننده و دور چشمو توی روتینتون باید داشته باشین. ببینین این آب مرطوب کننده ایه که روش نوشته شده اینجا ژل، این مال پوست چربه، یعنی مرطوب کننده است ولی مناسب پوست چربه. و اگر روش نوشته باشه لوشن، مال پوست خشکه. پس شما فقط باید مرطوب کننده ای رو بخرین که مال پوست چرب باشه. به این معنی نیستش که مرطوب کننده استفاده نکنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و سوالاتتون رو تونسته باشم جواب داده باشم. هر سوال دیگه داشتین برای من این زیر کامنت کنین، حتما همش رو پاسخ میدم. دوستتون دارم.